سلام دوستان، روزتون بخیر. اسم من رابیه و یک مامان هستم. این فضا رو برای خودم و همه والدین درست کردم به عنوان یک آرشیو ساده فرزند پروری که هر وقت بهش نگاه میندازن خودآگاهیشون بیشتر بشه و بتونن بهترین ورژن از پدر مادری رو به بچه هاشون نشون بدن. پس اگه دوست دارین منو سابسکرایب کنید. البته اینو بگم که خیلی وقتا من مامان از خودم ناامید میشم و از رفتاری که به بچه هام نشون میدم راضی نیستم. ولی یاد گرفتم همیشه به خودم بگم من در هر زمان هر آنچه رو که بلد بودم به کار بردم و هنوز هم در کنار بچه ها دارم یاد میگیرم و رشد میکنم و روی خودآگاهیم کار میکنم. امروز میخوایم در مورد تنبیه صحبت کنیم. دکتر بکی روانشناس بالینی با تخصص فرزندپروری و نویسنده کتاب نیک سرشت راهنمای تبدیل شدن به والدی که میخواهید باشید 3 دلیل رو اینجا بهمون میگه برای اینکه ثابت کنه تنبیه روش خوبی نیست و باعث بهبود رفتار کودکان نمیشه. شماره 1. تنبیه مهارت نمیسازه. کودکان با احساسات زیادی به دنیا میان اما هیچ مهارتی برای مدیریت این احساسات ندارن. به همین دلیله که احساسات رو با رفتارهای اشتباهی بروز میدن. راه بهبود رفتار همیشه ساختن مهارته و تنبیه هرگز این کار رو نمیکنه و مهارت نمیسازه. شماره 2. تنبیه باعث شرمساری میشه. وقتی که ما کودکی رو تنبیه میکنیم، کودک خجالت میکشه و این احساس شرم باعث سرد شدن و فریز شدنش میشه. اگه کودکی فریز بشه نمیتونه یاد بگیره، رشد کنه و تغییر کنه. شماره 3. تنبیه به کودک این رو نشون میده که بچه بدیه. کودکان به نسخه ای از خودشون واکنش نشون میدن که ما بهشون بازتاب میدیم. در واقع اینطوری هویت خودشون رو میسازن. پس نمیتونیم به یک کودک بگیم که برو تو اتاقت، تو چه مرگته و بعد انتظار داشته باشیم که رفتارش رو بهبود بده. کودکان باید اول احساس کنن از درون آدم خوبی هستن تا بتونن اون خوب بودن رو به صورت رفتار خوب بروز بدن. حتما دوباره براتون در این مورد صحبت میکنم. مرسی که با من بودین. سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.